ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی، همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم. سه تا رابطه وجود داره در قرآن، سه تا رابطه وجود داره. یک رابطه با رب العالمین، با خالق، مبناش توحیده. خرافات و شرک تو زندگی نباشه که در بدرت میکنه، بیچارت میکنه، مفلست میکنه، ضعیفت میکنه، زمینگیرت میکنه. قل هو الله احد. چند تا سوره دیگه مونده که قرآن ختم بشه. کم کم احساس میکنیم که این آخرین عهد ما با کلام رب العالمین. امشب و فردا شب چهارشنبه عیده. رمضان هر سال میاد، اما من و تو شاید تکرار نشیم عزیزم. امشب مال من و شماست. امشب هم دیگر رو حلال بکنیم، رابطمون رو مستقیم به عرش خدا وصل بکنیم. الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته.